سلام بچه‌ها، من امروز اومدم شغل سفالگری رو امتحان کنم پیش آنت مربی عزیزم که 10 ساله توی این زمینه تخصصی داره کار میکنه. خب ببینم مثلا این شغل رو واقعا دوست دارم، اون دیدی که داشتم بهش آیا واقعیه یا نه. همراه هم باشین تا شما بفهمین این شغل رو دوست دارین یا فقط فکر میکنین که دوستش. سلام، من آنت رات هستم، نقاش و سفالگرم. امروز اومدی اینجا که بخوای توی کارگاه سفالگری من کار بکنی و من این چیزایی که چند سال یاد گرفتم و بهت یاد بدم. وای خدا خیلی کار سخته. من مادرم هنرهای زیبا خوندن و پدرم خدا بیامرز موزیسین بودن، خواننده و شاعر و چیزا. من از بچگی توی محیط هنری بزرگ شدم و خودم شعر نوشتم، خوندم، نقاشی کشیدم. توی هنرستان معماری خوندم چون دوره سنی من مال دهه 60. دوره سنی من هر دوره یه چیزی موده دیگه. دوره من معماری بود. منم رفتم معماری خوندم، خیلی هم رشتم و دوست داشتم، ولی خیلی شاگرد تنبل و شیطون و از اینه که مدرسه فرار میکنن. موقعی که هنرستان تمام شد دانشگاه نرفتم به خاطر یه سری دلایل و ورشکستگی و اتفاقاتی که پیش اومدش مجبور شدم که خدمت ترس کنم، برم سر کار. سالیان سال کار کردم، نه زیر مجموعه شغلی که داشتم، رشته‌ای که درس خونده بودم. رفتم صنایع معادن کار کردم، وزارتخونه. بعد از اونجا اومدم بیرون، آرایشگری رو تست کردم. بعد چجوری بگم، تمام کارهای هنری که شاید توی این خونه ببینی، از عروسک سازی، از نمیدونم هر چیزی که ببینی، گلدوزی، ملدوزی، همه این خیاطی، هر چیزی که ببینی رو تست کردم. و اینکه چون مامانم تو کار هنری بوده و مامانم پرده و مبل و همه چیزو خودش درست کرده، همیشه توی ذهنم این بوده که منم باید یه روزی مثلا یه هنرمند بشم. برام نزدیک 27 سالم که بودش رفتم معماری دانشگاه درس خوندم و برعکس دوران هنرستان و اینا دیگه شاگرد خیلی زرنگی بودم، شاگرد خصوصی میگرفتم و دیگه بلد بودم چجوری باید ته داستان رو در بیارم. تا اینکه بعد از دوران دانشجویی من رفته بودم یک نمایشگاهی، مادر من یه سبدای نونی درست میکردش با خمیر آرد و یه سری چیزا مخلفات بهش اضافه میکرد و خیلی خوشگل بود، خیلی اوکی بود. رنگ چوبم بهت میداد آخرش. تنها مشکلش زیاد زیر آب نگه می‌داشتین مذاب میشد، خلاص آرد بود دیگه. غرفه پشت من، تو لاین پشتی من یه خانومی بود که کارای سفالی آبی فیروزه‌ای داشت، از اینه که هممون برای سفره 7 سینامون میریم میخریم. بعد من بر حسب اتفاق اون سال رفته بودم دقیقاً فیکس از همونو خریده بودم. مامانم اومد گفتش که آنت بیا این خانومو نگاه کن چه چیزایی داره درست میکنه. رفتم دیدم و مغز من اینو میگفتش که اصلا نمیدونستم سفال چیه، سرامیک چیه، نمیدونم چینی چیه، هیچ اطلاعاتی نداشتم و فکر میکنم چون اسمش چینیه همه اینا از چین یا آسیای شرقی اومده و ما هرگز نمیتونیم تولید کنیم اینا. از اون خانم پرسیدم، گفتش نه اینا کار دست خودمه، من یه کارگاه دارم. گفتم که من میتونم یه دفعه بیام کارگاهتون. مامانم هم میخواستش اون سبداشو ارتقا بده دیگه. به هوای اون سبدا بلند شدیم رفتیم کارگاه. بعد مامانم درست کرد و من رفتم و بگردم براتون پیدا کنم که کجا گذاشتم، چون الان نمیدونم اون وسیله محبوبم کجاست. الان بهتون نشون میدمش، بذارین بیارمش. ببخشید وسطش رفتم. اونمش. با اون خانم گفتم باید چیکار کنم. گفتش که یه تیکه گل و ور میداری، هیچ اسم هنری هم بلد نبودم. گفت یه تیکه گل و ور میداری، ورزش میدی، حالا وردنه میکشی، حالا اینو یه دونه گیپورم من بهت میدم میندازی روش و ثمره شد این. بعد 2-3 روز بعدش رفتم نقاشیش کردم. تموم که شد گریه کردم و گفتم که من دیگه میدونم میخوام چی کارشم. من قراره که سفالگر شم. یکی از مشکلاتی که حالا شغل من داره اینه که خیلی دست سفتن بچه‌ها، یعنی همکارای من خیلی اطلاعات راجع به شغلشون نمیدن. اگه این تکنیکو بلدن، این تکنیکو محفوظ میدونن و مختص خودشون میدونن، ولی من چون از آدم یاد گرفتم که اینجوری دست باز بوده، این دینو دارم که منم دست باز باشم تو یاد دادم. راجب چی دیگه باید حرف بزنم؟ راجب سفال و سرامیک و دیدگاهی که شماها اشتباه دارین. درسته؟ ببین من روزی که وارد این شغل شدم فکر میکردم که ما سفال مثلا داریم، سفال این گل زردی که توی دیوار کوبایی که روی دیوار خونه است،
و فکر میکردم که این گل سفیدی که ما میبینیم مثل همین که الان روش تونستیم نقاشی بکشیم همون چینیه که از خارج از کشور داره وارد میشه، تولید ما نیست. یه ذره که گذشت رفتم دانشگاه دوباره سرامیک خوندم و همچنان که اینجا نشستم همچنان دارم درس میخونم و ارتقا میدم، چون شغلیه که تو تا روزی که زنده‌ای و تا روزی که داری این کارو میکنی باید بری یاد بگیری، چون هر لحظه داره یه چیز جدیدی وارد میشه. نه اینکه مثلا آرایشگری آپدیت مود باشه، نه، مثل چیزای جدیدتری هستش که انقدر این دنیاش بزرگه که تو باید بدونی که مثال دارم میزنم. حالا من تا اینجا یاد گرفتم که اوکی روی این بدنه نقاشی بکشم، حالا میخوام یاد بگیرم که مثلا دورش طلا بزنم، حالا چجوری این رنگو بسازم که ارزونتر در بیاد، چجور طلا رو مثال استیکرش رو بسازم. اون هر کدوم از اینا واسه خودش یک زمانی میگیره و برای همه میگم تا روزی که داری کار میکنی باید یاد بگی. یعنی اون روزی که بشینی برگردی بگی خب من همه چیز سفالگری رو بلدم، یعنی بزرگترین استادای سفالگری مثل استاد اسکندری، مثل استاد نیکدل، تمام اینا من نظر من هنوز دارن کتاب میخونن و دارن هنوز ویدیوهای جدید میبینن، کارهای جدید یاد میگیرن. یعنی 50 سالمون 100 سالمون هم بشه بازم هنوز مسیر تحصیلیمون هستش. بذار راجع به سفالگری من اول ازت سوال بپرسم. سفالگری از نظر تو یعنی چی؟ همون چیزی که تا الان تو فیلم‌ها و کارتون‌ها و انیمیشن‌ها دیدم دیگه. میخوان یه سفالگر نشون بدن، تصویر کلیشون اینه که یکی نشسته پشت چرخ. آره و با پاشم داره یه چیزی. آره. یعنی یه چیزی تو مایه‌های 500 سال پیش مثلا. عزیز من ببین، سفالگری چند تا شاخه داریم واسه تولید یه محصول. خب چند تا راه داریم تا به اون محصول نهایی برسیم. یکی از اون راه‌ها چرخه. مثل اینکه بهت میگم یکی از راه‌ها اسلپ زدنه، یکی از راه‌ها اینه که نقش برجسته کار کنی. تمام اینا تو داری به اون محصول نهایی میرسی یا خب، ولی اینی که فکر کنی که همه اینها با چرخ درست شده، نه، اصلا امکان نداره همچین چیزی باشه، چون دقیقاً اون کلمه توجیه اقتصادی است. توجیه اقتصادی نداره. مثال این کار تا اینجاش با چرخ درست شده، از اینجا تا این بقیه که داری میبینی به این کار میگن فیتیله زدن، کاری که امروز تو قراره انجام بدی. ما بقیش هم کار دسته، پینچه. یعنی معنی پینچ یعنی که شستتو بکنی توی گل و با شستت و این دوتا انگشتت فرم بدی به کار. یعنی این کاری که جلوی چشمت داری میبینی یه کاری که از 3 تا راه مختلف برای تولید محصول با هم ادغام شده به یک راه رسیده و شما در نهایت این کوزه زشت دفرمه رو داری میبینی. این کارم مال خیلی سال پیشه، مال شاید مثلا 10 سال پیشه، استارت کار من موقع که زده شد. چیزی که شما از اینجا تا اینجا شو داری میبینی و فکر میکنی سفالگری واقعیه، شاید توی کارگاه واقعی سفالگری، نه کارگاه هنری، نه ها، چون ما کارگاه هنری داریم که یک محصول تولید میکنه و اون یک محصول رو با قیمت خدا تومن داره میفروشه و اتفاقا مشتری خیلی سوپر لاکچری هم داره که بخره. ولی موقعی که تو داری به عنوان شغل به سفالگری نگاه میکنی، خب اون موقع تو اون کار هنری تو انجام بده ها، ولی مثلا ماهی یه بار واسه دل خودت انجام بده. درست؟ اصلش اینه که تو به سود برسی، مال مهمتر از همه چیزه. من اصلا این عقیده رو ندارم که هنر فروختنی نیستش، هنر خریدنی نیست و ما باید نمیدونم در هر حال به هنر خودمون احترام بذاریم. نه، اون هنر خیلی مهمه، ولی تو درآمدم برات مهمه. تو اگه پول نداشته باشی که شب راحت یه غذای درست حسابی بخوری و با شکم سیر بخوابی، عزیز من فردا صبحش به این فکر نمی‌کنی بلند شم یه کار هنری درست کنم. من فکر می‌کنم درآمدزایی در اوجب واجبات. بعد از اون تو هنرت هم توی کار اعمال کن، هنرمند باش، ولی هنرمندی باش که بتونی کسب درآمد کنی. ببین چرخ، اون تصویری که داری که اگه فضای خیلی بزرگی نشستی و با پات داری میزنی دیگه ور اومده. الان چرخایی هستش که شما میشینی دقیقاً تو همین فاصله، چرخ گردونت اینجا و با پدال پات عین چرخ خیاطی میتونی دورو کند بکنی. یه همچین محصولی الان فکر میکنم مثلا بهترین برند چرخ سفالگری که تو ایرانه، تو دنیا رو کار ندارم، اما تو ایران
اگه ژاپنی بخوای بگیری شیمپو، اگه ایرانی بخوای بگیری پیریاییه. بخوای پیریایی بگیری فکر کنم 20 تومنه. ولی تو محصولی که با یه دونه چرخ داری تولید میکنی ساعتی یه دونه، نهایت 2 تا دونه میتونی تولید بکنی. ولی همون کار سویچ بکنیم مثلا رو دوغاب ریزی، خب میتونی توی ساعت 10 تا دونه تولید بکنی. آره دقیقاً میشه این اتفاق استیکری که تکرار داره میشه و اون اثر انگشت تو روی کار نیست، ولی تو میتونی تو تیراژ تر درست بکنی و به درآمد بیشتری برسی. یعنی که هم چرخو یاد بگیر، هم دوغابریزی رو یاد بگیر، هم مثلا چه میدونم متدای دیگر رو یاد بگیر مثل نقش برجسته. یه روزی اگه دیدی که چون این بازار تو امروز داری این مدل لیوارکوبا میزنی، این اشباع میشه بازار. خب تو بعد یک ایده جدیدتر داشته باشی ادغام کنی دیگه. پس بعد مجسمه سازی بلد باشی، مثلا گوشش یه دونه پرنده بزنی. خب بعد بلد باشی مثلا چه میدونم فشاری کار کنی، یه تیکه مشبک درست کنی بذاری بغلش. ببین یه سری قالب داریم ارغوان که مثلا مثل اینه، میبینی؟ یعنی 3 تا تیکه است، 1 2 تا 3 تا. خب به تو ببین چی میده؟ یک ماگ دسته دار. درسته؟ بعد هر قالب سازی خب یه سری قالبای مخصوص خودش داره. مثلا این قالب مال چی شد؟ اسم سازندش رو میخوام بگم، مال آقای صوفیه. خب من که یادم میره اسمشون رو مینویسم که بعدن اگه خواستم تکرار کنم. حالا من قالبا محدوده برای اینکه من جام خیلی کوچولوئه، مثلا از هر کاری 3 تا دونه 6 تا دونه دارم. ولی اگه میخوای کار تو تیراژ باشه و اگه نمیخوای مثل من زیاد تنوع کار داشته باشی، مثلا میخوای فقط این ماگو بزنی، خب از این ماگ از این قالب یهو 20 تا دونه بگیر. همجور میریزی، همجور خالی میکنی، یهو توی مثلا 2 ساعت تو 20 تا کار داری. نه مثل من که 3 تا از این باید بریزم، 3 تا از این بریزم، 3 تا از اون. این بخاطر اینکه من تنوع کار دارم. اگه میخوای تک کار باشی و میخوای یه کارگاه خونگی ساده شروع بکنی، یه کارو بگیر همونو پیش برو. بعد این قالبا وقتی مثلا دوغاب باید بریزیم داخلش، که دوغابا که میریزیم باید بذاریم خشک بشه، باید بذاریم پوره. الان یاد میدم دیگه. خب این قالبای 3 وجهی ماگای دسته داره. ما همین ماگا رو مثلا 1 وجهی داریم. خب مثل همون قالب اون قورباغه هست. یه وجه دسته نداره، پس من باید دسته رو خودم خلق کنم جداگانه و دسته رو بهش اضافه کنم. حالا میتونم قالب دسته رو جداگانه برم بگیرم. خب یعنی چجوری بعد؟ یعنی به همون چسبه بعد اضافه کنیم. آفرین، بهش میگن چسبه گل. موقعی که کارت رو قالب درآوردی کردن میریم انجام میدیم، خب اون دسته مد نظرت رو یا خودت خلق میکنی یا اینکه از قالبش رو میری میخری، قالبش رو برمی‌داری با چسبه گل اضافه میکنی. بشقاب اینا. آفرین، اون دیوار کوبامون رو بهمون میده. ببین سوراخ دوغاب ریزی چجوریه؟ 2 تا کار تنگ کوچیکه. خب پس این میشه دوغاب تزریقی، اینا میشه دوغاب ریختگری. حالا یه سری قالبای دیگه داریم. مثلا این قالبی که من با دستم درست کردم، پس مجسمه ها رو بهم میده. خب مجسمه رو از مجسمه کس دیگه ایده گرفتم، یعنی مجسمه قبلا ساخته شده، ایده گرفتم و یه سری تغییرات دادم شبیه اون چیزی که خودم میخوام درستش کردم و حالا این دیگه دوغابی نیستش، اون منتظرم که گله در بیاد تا تو اینو درست کنی. ثمرش میشه چی؟ میشه این. درسته؟ بله. این از این دستتو بکن توش، قشنگ از زیر وردار، اینجوری ورزش بده که این تبدیل به یک چیز یک دست بشه. ولی گل سفید برای پوستت خوب نیست، پس موقع که کارت تموم شد حتما کرم بزن به دستت. شده. از این سر میگیری آروم این گل رو برمیداری. خب حالا برداشتی برش گردون، ببین یه تیکش رو برگرد. آره حواست باشه که گچ به هیچ عنوان توی گلت قاطی نشه. چرا؟ موقعی که میره توی کوره 1060 درجه پخته میشه، خب و اتفاقی که میفته اون گچ ذوب میشه و اون قسمت گلتو خالی میمونه. درسته؟ خب ببین دستاتو ببینم. ناخون داری درسته؟ یکم. آره نباید ناخون داشته باشی. هیچی. یعنی دستای سفالگرا رو نگاه کنی زشت‌ترین دستای دنیاست. به خاطر که ماها نباید اصلا ناخون داشته باشیم. یه ذره ناخون باعث میشه که کارت برش بخوره. درسته هستن کسایی که کاشت میکنن ولی سفالگر واقعی نباید داشته باشی. الان یه کوچولو ناخون دارم و این ناخونای خودمه، یه کوچولو میبینی، ولی همون هم نباید داشته باشی چون که کار برش میخوره.
دستمو میذارم پشت کار، درسته؟ بل دستمو میگیرم، هیکلمو میندازم روی کار. میبینی؟ هیکلمو میندازم روش. آنت معمولا نگرانی شغلی شما چیه؟ ببین بزرگترین نگرانی بیماری هایی که میتونی از سر این شغل بگیری، چون هر کاری هم بکنی، مقاومت هم بکنی، نمیدونم کلمه درستش چیه؟ پیشگیری هم کنی، بازم به خاطر گرد و خاکی که هم توی گل هست هم توی لعاب هستش ناخودآگاه اون آسمو میگیری. ولی خب میتونی که یه ذره راهکارها پیشه کنی که دیرتر دچار آرتروز و آسم و مثلا ضعیفی چشم و این چیزا بشی. بزرگترین نگرانی بعدی که از نظر من مهمتر از اولیه هستش نگرانی فروش محصولته و اینکه بازار کار خیلی الان اشباع شده، یعنی هر کسی رو ببینیم میخواد سریعا وارد سفال و سرامیک بشه، ولی به خاطر وضع حاکم بر جامعه و وسع کمی که مردم دارن، اینی که تو بخوای یه کاری تولید کنی 200,000 تومان، واقعیت اینه که اولویت بر اینه که برن گوشت بخرن تا اینکه بیان یه دونه ماگ بخرن. برای همین ما باید قیمت هامون رو تا جایی که میتونیم بیاریم پایین. مثال همون طلایی که میگم، از طلا استفاده نکنیم، کار ساده تر دوغابی درست بکنیم که سریعتر باشه کارمون، کار هندمید به قول معروف نباشه، قیمت رو بیاریم پایین تا بتونیم خلاصه با همسو با جامعه بشیم و یه جور راه بیایم با اوضاع دیگه. مهمترین بعدی اینه که از ایده های ما همکاران دیگه‌مون که متاسفانه خیلی خلاقیت ندارن، از خلاقیت ما سوء استفاده میکنن و این باعث میشه که اثر دست تو رو به صورت خیلی نامرغوب‌تر توی بازار میبرن برای فروش و این خیلی بده. اگر این اتفاق بیفته شما حق شکایت کردن دارید؟ ببین برند کارگاه ما ثبت شده، خب یعنی ما میتونیم، ما موقعی که پشت هر کاری مهر میزنیم میتونیم پیگیری کنیم که گمج سرام مثلا، حالا برند من یا برند هر کسی که ثبت شده باشه، میتونه یه پیگیری های ریزی، یه شکایت کوچولویی حالا به میراث فرهنگی و اینا بکنه. ولی واقعیت اینه که نه، نمیتونیم کاری بکنیم چون ما اینجا قانون کپی رایت رو متاسفانه نداریم. نهایتش اینه که توی گروه سفالگری توی آبروی طرف آفرین دقیقاً خاندانشو بریزید، یه هوچی بازی ریزی بکنیم و بند بشه اون. الان آنت داری چی کار میکنی؟ دارم تخته گچی رو تمیز میکنم که دفعه بعدی که میخوام استفاده بکنم تخته گچی تمیز باشه. درسته؟ آره فشار بدی، فشار. یکی از خطرات و معضلات این شغل آسمه که من بهش مبتلام. بهتر برای اینه که ماسک بزنی کلا توی کار. ببین اتفاقی که الان افتاد چیه؟ گرده پخش میشه. آفرین. و حالا ما گلیم، خب موقعی که میریم توی لعاب این گرده میره توی ریت میشینه و تو رو تبدیل به برونشیت و آسم و این چیزای خطرناک میکنه. الان تو مرحله این که میخوایم اسلت بزنیم و بافت درست کنیم روی گلمون. آفرین. این دوتا ترازه. یعنی چی؟ ببین فکر کنم مثلا 1 میله 2 میله، نمیدونم الان این کدوم سایزمونه، خب ولی به نظر من سایزش اوکی واسه ظرف. این دوتا رو میذاریم، بردنمون رو میذاریم وسط. سر گل بهت چی گفتم؟ بدنش رو بنداز، نه با فشار مچ. خب میبینی؟ اینو برمیداری، یک بار انجام میدم، دوباره ورز میدم، شما انجام میدید. مثل ابزار دارم، مثل اینا بهشون میگن لیسک. لیسک؟ آره لیسک. لیسکامو میزنم ببینم کدومش اوکیه برام. مثلا این ببین تو چه زاویه‌ایه، صافش میکنی. ببین این ابزارمو برمیدارم، آبشو درست میگیرم در حدی که فقط نمدار. الان این دایره رو به ما داده، درست؟ من چند تا راه دارم واقعیتش. یک راه اینه که یه کاسه برداری، اسلبتو بندازی توش. یعنی چی؟ یه دونه فرمده داریم، فرمر بهش میگن، یه فرمر، یه قالب گچی که به همون کار منفی میده، یه دونه کاسه که به همون کار مثبت میده. یه تیکه گیپور برمیدارم به هر شکلی که دلم میخواد. مثلا میخوام این شکلی باشه،
یه وردنه کوچیک برمی‌دارم، فقط اون قسمتی که گیپورمه. از این بافتم که خدا رو شکر تو خونه همه مامانا هست. ماجیک. این غذا رنگ میشه ها، همون کاری که آنت اول نشون داد. این اولین کاریه که آنت انجام داده. 10 سال پیش، من 10 سال بعد دارم انجام میدم. 3 تا حالت داریم برای اینکه کاسه رو شکل بدیم. 3 تا وسیله داریم. یکیش فرمره که اینه که کمتر انگار استفاده میشه. این قالب گچی منفیه و این قالب گچی مثبته. حالا الان من میخوام با قالب گچی مثبت قالب گچی مثبت اسم کاسه است. کاسه؟ کاسه؟ نه قالب گچی مثبت. کاسمو در بیارم. بچه‌مون رو برم بریم. خب یه دستتو زیرش حفاظ کن حتما که کش نیاد. استرس دارم و حالا یه کاری که آنت کردیم که تمام ما اون کاسه ها رو انجام دادیم، حالا می‌خوایم قالب گچی رو انجام بدیم. درسته این قالب گچی الان دایره کاسه طوره، میتونه اون بیزی که الان بهت نشون دادم بشه، میتونه تمام قالب هایی باشه که نقطهشون اینطوریه، یعنی به این ما میگیم قالب مادر. ما از این دوباره یه قالب دیگه میگیریم که میشه قالب کاسمون، بوقاب میریزیم توش. این قالب مادر رو به هر شکلی میتونه باشه. ما اینو میذاریم وسط چرخ گردونمون. خب و این چرخ گردون که مهمترین وسایلی که تو کارگاه باید واقعا بهترینش رو بخری، یعنی هر چقدر گرون میشه تو نرو اون ارزونه رو که این نزدیک 3 تومن شده الان فکر میکنم دیگه. من نزدیک 2 خرده‌ای بود خریدمش. تو گرونترین و بهترینش رو بخر، مثل کوره. ولی نیاز نیست بقیه وسایل بهترین برنده باشه، این واجب ترینه. چون اگه لنگر بزنه، یعنی چی لنگر؟ یعنی که این الان میبینی صاف و منظم چپ و راست بشه، درست نچرخه، این روونی رو تو گردش نداشته باشه، تو موقع کار کردن دچار مشکل میشه. پس یکی از مهمترین ابزارت این چرخ گردون است. خب اون قسمتی که ابر کشیدیم تمیزه، اینو میذاریم زیر. درست. حالا چیکار میکنم؟ با دستم دارم اینو فرمش میدم. منبع درآمدی فقط فروش محصوله یا از راه‌های دیگه میشه؟ آموزش هم هستش. اگه به اون حدی برسی که بتونی آموزش بدی، و آموزش البته اینم بگم خیلی کار سختیه ها، یعنی باید حوصله خیلی بالا داشته باشی. آره. و اطلاعات بالا. اگه یه سوالی بپرسی که من ندونم، باعث میشه که تو اعتماداتو به من از دست بدی دیگه. آموزش دادن هم یکی از راه‌هاست و فروش محصول، کار دیگه نمیتونیم انجام بدیم دیگه، مگر اینکه حالا توی یوتیوب جایی بخوایم فیلمی بگیریم از کارمون. الان دارم همون گیگیلیایی که الان گفته درست می‌کنم اینجوری بگم خیلی بزرگه. میتونی 3 تایی بزنی، میتونی 4 تایی بزنی. 3 تایی میزنم متفاوت باشه. داشتم گفتم که الان مثلا یکی بخواد این کار رو شروع کنه، آیا لازمه تمام این وسایلا رو بگیره یا نه؟ مثلا چیا لازمه؟ ببین واجب نیستش همه اینا گرفته شه. خب چون الان اینا مثلا ابزار کاهندن. این ابزار کاهنده من یه پک بزرگ دارم، یه پک کوچیک دارم، یه پک نازکتر دارم. واجب نیست همش گرفته شه. شاید این یه دونه ابزار من که مثلا میبینی بالاش تمیزه، چون تا بال اصلا این سریع استفاده نشده. ولی من به خاطر اینکه شغلم یه جوریه که دارم هر روز با این ابزارا کار میکنم، شاید تو لحظه یهو اون یه دونه رو بخوام، اینو بخوام. یا چون اینا بسته‌بندی‌ان، مثلا این لیسکه من این یه دونه ابزار رو میخواستم، ولی این ابزار رو من مجبورم یه پک کاملش رو بگیرم تا مثلا به این یه دونه برسم، چون دونه‌ای فروش نمیره. همش نیازی نیست. بیسیک بهترین ابزار این ابزارهای پلاستیکی بچه هاست، به خاطر اینکه سریای ثابت خوب داره که تو میتونی فرم دهی بکنی. مثلا یه گل درست مثل حالا این گل، اینو میتونی فرم بدی به مدل های مختلف.
این ابزار پلاستیکی بهترین ابزاره، ولی خب یه ذره میخوایم تخصصی تر ابزار بگیریم، ابزار کاهنده مثلا مثل همینی که الان داریم که سریاشون سفته، اینا سریای نرمی داره. ولی بد نیست به مرور زمان استارت زده بشه و همه ابزارا گرفته بشه. بعضی از ابزارا خیلی قیمتشون بالاست، مثلا همین یه دونه چاقویی که شما میبینید مثلا 800,000 تومان پول یه دونه چاقوه. ولی خب ابزارهای ارزون‌تر هم داریم که من پیشنهاد میکنم از ابزارهای ارزون شروع کنیم و بعد به مرور زمان ابزارهای متفاوت‌تر رو بگیم. الان مثلا آنت جان به من بگو، مثلا من الان میخوام شروع کنم، چی برم بخرم؟ چی کار میخوای بکنی؟ سوال قشنگ بود. چی کار میخوام بکنم؟ مثلا میخوام از همین قالبای آماده شروع کنم، یا میخوام بیام کلاس سفال، شما همه اینا رو به من یاد بدید. خب میخوای بیای کلاس سفال یاد بگیری، شما بیسیکش یه بسته گل ما برات میگیریم میذاریم اینجا، این 4-5 تا دونه ابزار پلاستیکی رو برای خودت میگیری و 2-3 تا دونه ابر میگیری در اصل برای خودت، با خودت پارچه میاری و این چیزا. به مرور هرچی ترم کلاسیت بره بالاتر، کارا تخصصی تر بشه، مثلا میخوای نقش برجسته کار بکنی، نیاز به این ابزارهای لطیف داری که سریع نرم داره، میخوای مجسمه کار کنی، نیاز به اینا داری. بعد که بری بالاتر میخوای نقاشی یاد بگیری، نیاز به قلم‌های تخصصی تر داری، نیاز به رنگ داری. میخوای مثلا کارهای تخصصی کار با دست انجام بدی، نیاز به ساخت مهر داری برای خودت. بستگی داره که چه کاری رو میخوای انجام بدی. تو باید اول کلاساتو بگذرونی، کلا اون تایم 1-2 ساله‌ای که من بهت میگم و بگذرونی، بعد به مرور زمان همزمان باهاش اگر میخوای که زودتر به اون نقطه پیشرفتت برسی، از تایمی که استارت میزنی که بیای کلاس، با یه کارگاهی صحبت بکن که من حالا بهت معرفی میکنم کارگاهی دوستانو، با کارگاه ها صحبت بکن و استارت اینو بزن که بری کارورزی کنی. هفته 2 روز 3 روز برو هر کارگاهی، بیا اصلا همین کارگاه به عنوان کارورز. من دارم هر کاریو که تولید میکنم تو ناخودآگاه میبینی و اون چیزی که من دارم انجام میدم به تکرار توی ذهنت نهادینه میشه و یاد میگیری دیگه. یعنی من پیشنهادم همیشه اینه کلاس برین و همزمان برین کارورزی بکنین. فکر نکنین من 3 سال برم کلاس عین دوران دانشکده و بعد اصلا چیزی که ترم اول 3 سال پیش یاد گرفتم از ذهنم بره و ندونم چی، دوباره برگردم نقطه صفر. نه، همزمان باید کار کنم. حالا مثلا واقعا یکی بخواد این شغل رو شروع کنه، یادم گرفته 2 سالش هم گذرونده، کارورزیش هم حتی گذرونده و میخواد برای خودش یه کارگاه بزنه، اون چقدر هزینه داره؟ یه سری از ابزارها واجبه برای کارگاه، مثل اینکه میز داشته باشی، مثل اینکه محیط داشته باشی. من میتونم بهت بگم توی یک اتاق خونت، خب از یه دونه میز کوچولویی که کتل به قول ما شمالیا میگه، میز کوچکی که بشینی پشتش استارت بزنی اوکیه. ولی نه، اگه تو میخوای درآمد واقعی داشته باشی، بیسیک باید کوره بگیری. کوره رو همزمان که میتونی بخری، نزدیک مثلا فکر میکنم الان از 40 تومن، فکر میکنم 30-40 تومن شروع میشه، میتونی اجاره کنی. یعنی بیسیک کارت، حالا خیلی هزینه نداری، باید کوره حتما داشته باشی و نمیتونی، میتونی هم منی که کوره دارم کوره رو اجاره کنی. کوره پخت و مثلا چه میدونم 200 تومن 250 تومن ما میگیریم، مثلا لعابشو 300 تومن 350 میگیریم اینطوری. بقیه وسایلی که واجبه، یعنی واجبمون کوره است که میتونی اونم هندل کنی. یه سری ابزارهای ریزه که فکر میکنم حدودا مثلا 3 تومن اینطوریا 2-3 تومن برات در میاد و نیازی هم نیست خیلی اوور بری یهویی. چرا میتونم بهت بگم که کارگاه بزنی 200 میلیون هزینه کنی ولی به دردت نمیخوره که میمونه اون گوشه. ریز به وقت باید بدونی چی رو بخری. دقیقاً. میزه که مهمه، چرخ گردونه که مهمه، کورس که مهمه، قفسه است که مهمه، اگه دوغاب ریزی میکنی قالبه که مهمه. درسته؟ و خرید اینا موادی هستن که ثابت توی کارگاهت وای میستن. خب مواد مصرفی، لعابت، گلت، خدمت هست کنم، دوغابت، اینا چیزایی که هر لحظه که داری استفاده میکنی تموم میشه و دوباره باید بگیری. رنگی که برات مهمه. و اگر میخوای که کارت یه ذره سوپر لاکچری تر شه و ایرانی هم که دیدی عاشق زرق و برقیان، بعد طلا بزنی به کاره. یعنی پخت سوم، یه دور بیسکویت، یه دور لعاب و پخت سوم طلا یا ترانسفر یعنی همین اینه. آفرین. این گرون ترین چیزیه که شما توی کارگاه میخرید. یعنی الان فکر میکنم
گرمی شده باشه 600 تومن 700 تومن و شما 10 گرم کمتر اصلا به صرفه نیست برات بگیری. یعنی چقدر؟ یعنی مثلا 7 میلیون که کلا چقدر کار بهتون بده؟ 100 تا 150 تا 200 تا نهایتش بهتون بده. اون لحظه هایی که توی این کار احساس رضایت میکنی چیه؟ قطعا موقعی که یه کسی مشتری کار منو گرفته و استوری میکنه و استوریو که میبینم قلبم اینجوری یک لیری میشه که چه حس قشنگی. فکر کنم بهترین حسه. و یکی دیگه اینه که خانوادم خیلی اولش به سختی میپذیرفتن که نه فقط خانواده، جمله رو درست کنم، دوستانم، اطرافیانم، جمله درستری، چون مادرم قطعا اگه این یه دونه جمله فیکس بیاد بیرون منو شرح کرده، خانوادم نه دوستان اطرافیان. دوستانو میتونم یه کاریشون بکنم ولی اولش خیلی اذیتم میکردم و مسخرم میکردن که تو رفتی توی کار میخوای کاسه بشقاب بسازی، سرامیک چیه، میخوای سرامیک توالت درست کنی. خیلی اذیت شدم و الان همون آدما وقتی بهم زنگ میزنن میگن آنت فلان ایده رو میتونه پیاده کنی و من درست میکنم، تو دلم میگم یس تو اگه تونستی. ویدیوهای اول یوتیوب منو دیده باشین، راجع به اینه که اولین قدم موفقیت همون کاریه که آنت کرده، یعنی دایورت کردن حرفای بقیه و این که همون آدمایی که امروز تو رو مسخره میکنن فردا به زنگ میزنن میگن این کار واسه ما انجام میدی، تو چجوری این کار کردی؟ مهر به حرف من. تجربه‌ای بوده که نسبت به اینکه زمان گذشته برات تغییر کرده؟ آره ببین، موقع که من وارد این کار شدم مثل شما که امروز اومدی مثلا 3 تا دونه کار درست کردی، تو الان پیش خودت فکر می‌کنی من سفالگری رو بلدم دیگه. آنت هم گفتش یه دونه ابر میکشیم، اونو قاطی می‌کنیم، لعابم که اونجوری گفتشو میذاریم و کورش هم حالا میپرسم، تمام شد من سفالگرم. ولی موقعی که میای توی کار میبینی که یا خدا اصلا همچین چیزی نیست. یعنی بذار یه مثال ساده بزنم. کارگاه اولمو که زدم، کوره اولو که وا کردم، تمام کارام سطحشون ناصاف بود، کثیف بود. ساعت 12:30 شب زنگ زدم به استادم نرگس چون که گفتم یک هفته پیشش آموزشتم، گفتم نرگس چون این کارای من هیچ کدوم صاف نیست سرش، من چیکار کنم؟ گفت فوت میکنی؟ گفتم چی؟ گفت فوت قبل که بذاری تو کوره فوت میکنی؟ گفتم اگه باید فوت کنی؟ گفت آره دیگه فوت کن گرد و خاک روش بلند شه. میخوام بهت بگم یه دونه فوت میکنی، دقیقا فوت کوزه‌گری که میگن همینه. اون یه دونه فوت کردن کل کوره منو خراب کرد و اون تجربه شد. کلا توی کار سفالگری تو همش در فوت کردن گرد و خاک بردی، چون گرد و خاک میره رو بدنه، میره تو کوره و کارتو خراب میکنه. و خلاصه این که آره من فکر میکردم خیلی کار ساده‌ایه و 2 تا کار بلدم دیگه، تا تهش رفتم، ولی 10 ساله که هنوز دارم میرم کلاس و ارتقا میدم خودم. خب حالا از جنبه‌های اقتصادی، به سفالگری روزی که من واردش شدم 90% سود خالص داشت، یعنی 90% واقعی که میتونم بگم 100% سود داشت. برای اینکه اولا دست کم بود، دوما اینکه مواد خیلی ارزون بود. وقتی دست توی چیزی کم باشه یعنی موادش پرتی ارزون تره. تولید کننده ها خیلی کم بودن، تولید کننده دوغاب نمیدونم کوره کلا فقط یه برند بود، اینطوری 2 تا برند بود. ببخشید به مرور زمان هم وضعیت اقتصادی مردم بد شد، همین که همین طلایی که من دارم میگم الان مثلا شده گرمی 500 تومن 600 تومن، هی رفت بالا، هی این خط تضمین سود تو هی اومد نزدیکتر شد به قیمت متریاله. ولی همین لحظه که مثلا دارم میگم گلمون شده مثلا 10 کیلویش 150 تومن، مثال دارم میزنم، حتی با اینکه همه قیمتا در این حد رفته بالا، باز هم شغل سفالگری سود بی نهایت بالایی داره، ولی چون خیلی سختی کار داره و خیلی مهارت میخواد برای تولید یه جنس واقعا خوب، تو باید زمان طولانی بذاری و به اون سوددهی دیرتر از حد معمول میرسی و اینکه مشتری پیدا کنی. خب من یه سوالی که دارم اینه دیگه، در نهایت تو میتونی به این درجه برسی که کارگاه خودتو بزنی و نیرو داشته باشی و به اونا حقوق بدی؟ قطعا همینه، اصلا اصولش اینه. من مثلا یه ذره کارم همین امروزی یه ذره کارم زیاد شد، به همسرم گفتم باید نیرو بگیریم بیادش، ولی اون نیرو هم که وقتی میاد تو کارگاه من چشمش به دست منه دیگه، چشمش به اینه که این کاری که داره انجام میده رو به یک درآمدی برسه و یک روزی به همینجا برسه که بتونه کارگاه نقلی کوچولو بزنه.
در نهایت این کارگاه که الان توی یه اتاق خونه منه 5 سال دیگه نباید اینجا باشه. 5 سال دیگه باید یک محیط جداگانه خریداری شده باشه با نیرو، با 4 تا 5 تا نیرو و من دیگه فقط ایده رو بدم. نهایت وقتی میگم من نقاشم و سفالگر، نمیگم سفالگر و نقاش، نقاشی رو خودم به عهده بگیرم چون نقاشی خودم رو قبول دارم. یعنی اگه نرسه تقریبا یعنی شکست خورد آدم. بله، مثلا بگی 1 سال دیگه من باید یه کوره دیگه به این اضافه کنم. از این ریز ریز، نه اینکه از الان بگی 1 سال دیگه من قراره یه کارگاه داشته باشم با 10 تا نیرو. نه، ریز ریز ولی مستمر. هر جا شکست خوردی، زمین خوردی، نگی خیلی بد شد من دیگه نمیتونم. نه، باید دوباره بلند شی، چون توی این شغل 50 بار میخوری زمین. تو همه چی کنه؟ نه، این شغل ببین، این کوره 2 روز کار میکنه، 1 روز استراحت. 2 روز دوم که در کورت رو داری وا میکنی، از بین 100 تا کاری که تو کورته 80 تا سالم به تو میده، 20 تا خرابه و تو این کارو تا روز آخری که داری سفالگری میکنی داری. چون این شکست مداوم همیشگی رو داری، تو باید به اون شکست تنتو آداپته کنی، بگی اوکی ایراد نداره، من دوباره 20 تا دونه اضافه میکنم. الان این 3 تا کارو گذاشتیم خشک بشه و به حالت چرمینه برسه. مثل حالت چرمینه یعنی مثل حالت گرگو میشه شب، یعنی نه خشک باشه نه خیس خیس. خشک شد و بذاریم داخل کوره، بعد که در اومد حالا میشه روش نقاشی کشید و رنگ‌آمیزی. بچه‌ها روز سخت و ولی واقعا فوق‌العاده و قشنگ ما به پایان رسید. فکر می‌کنم الان یه 5-6 ساعتی هستش که یک سره ما داریم کار می‌کنیم و این کارهاییه که من تا الان انجام دادم. اینو روش نقاشی کشیدم و حالا اینو بعد خشک بشه، بعد پرداخت بشه کامل دیگه. کسایی که یکی از لذتایی که میخوان شغلشون داشته باشه خلق کردن و خلاقیته، اینجا براشون اون اتفاق میفته، چون میتونن هم نقاشی بکشن هم چیزایی رو خلق کنن که انتزاعی و حتی تو ذهنشونه و در واقعیت وجود نداره. پس اگر واقعا فکر می‌کنی به این چیز علاقه داری، اینجا جاته. رسیدیم به آخر امروز و میخوام بدونم به عنوان یه مربی نظر راجع به ارغوان چی بود؟ این ارغوان خیلی آدم باهوشی بود، خیلی سریع چیز میذاره یاد میگیره، ولی قطعا باید خیلی بیشتر از این کار بکنه تا دستش راه بیفته، یه ذره زور دستش بیشتر بشه و اینکه قطعا پیشرفت میکنه. نقاشی ارغوان عالی بود. اصلا فکر نمی‌کردم بتونه درست خطو بکشه، ولی عالی بود و کار کوچیک کشیدن کلا خیلی سخت‌تر از کارهای بزرگه. من لذت بردم. راسیانت، من به بچه‌ها گفتم که کلاسم میذاری، میشه یکم راجع به کلاسات توضیح بدی؟ ببین، ما توی 2 شاخه سنی کلاس میذاریم. یه دونه برای کودکانه که کلا روی خلاقیتشون کار داره میشه، یعنی کار تخصصی یاد نمیگیرن، بیشتر اینی که ما بهشون یه دونه ایده میدیم و بعد اون ایده رو پردازش بکنن و یه کار درست در بیارن. برای سن بالاترم ترمیک میشه، یعنی که فقط میان نقش برجسته یاد میگیرن یا فقط کار با دست یاد میگیرن. توی کلاسایی که داریم انجام میدیم، مثلا امروز کارهایی که تو یاد گرفتی بیشتر کارهای کار با دستمون بوده و کارهای بیسیک اولیه که توی کلاس باید یاد بگیری. هر چقدر این کلاس‌ها رو بیشتر بیای، بیشتر آموزش می‌بینی و کارهای حرفه‌ای‌تر رو یاد میگیری. کلاسامون هم کار با دست هستش، دوقابریزی هستش، نقش برجسته هستش، نقاشی زیر لعابی هستش و هر کدوم از اینا زیر شاخه‌های متفاوت خودشون رو دارن. امروز من تکنیکایی که یاد گرفتم اینا بود. اسلب یاد گرفتی، پینچ یاد گرفتی، فتیله یاد گرفتی، بافت یاد گرفتی، دوقابریزی یاد گرفتی، نقاشی زیر لعابی یاد گرفتی و همین دیگه. بچه‌ها به جرئت میتونم بگم آنت علاوه بر این که جزئی تمام چیزا رو به من توضیح داد و خب من یه آدمیم که یادم میره یه چیزی رو، بعد برم خونه حتما خودم مرور کنم چیا بوده و تازه یادم بیاد و حفظ بشم. با این حال آنت انقدر صبور بود و جزئی باز هی همه چیزو توضیح میداد که به نظرم بهترین مربیه که میتونه برای آموزش سرامیست شدن شما باشه. مرسی مرسی از آنت عزیزم که وقت گذاشت. مرسی لطفاً. بچه‌ها الان ساعت 6:03 بعد از ظهر، ما از ساعت 11 اینجاییم. خودتون تصور کنید چقدر طول کشیده دیگه. ولی رسیدیم به پایان این ویدیو. خوشحال میشم نظراتتون رو برام توی کامنت بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره و منو همراهی کنین تا آخر این مسیر قوی تا شغل مورد علاقمون همگی پیدا کنیم. کارامو
آماده شده آنت فرستاده، خیلی ذوق دارم واسهشون. زیر همه کارام هم نوشتم ارغوان. اینم اولین کاریه که آنت درست کرده بود، منم ازش یه دونه درست کردم با توری وینتج. یه چیزی که برام خیلی توی این کار جذابه اینه که هر چیزی که تو ذهنت رو میتونی خلق کنی با سفال و هیچ قاعده و چارچوب خاصی نداره که بگه نه حتما باید این شکلی درست کنی، نه قاعده و قانونش اینه که همچین طرحهایی رو بزنی. نه، واقعا از خلق کردن توی سفالگری لذت میبری. بعد مثلا فکر کن تو این هنر رو بلد باشی، چقدر ظرفای گوگولی مگولی میتونی واسه خودت درست کنی. من که عاشقش شدم.